درود خدمت کاوشگران. مفهوم علامت رد پای برهنه. اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شود. اگر رد پای چپ باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت چپ باید بررسی شود. اگر رد پای چپ و راست در کنار هم باشد در جهت پاها باید نگاه کرد. در جهت پاها مکانی که با سایر قسمت‌ها متفاوت است باید بررسی شود. گفته می شود که اگر یک پا باشد گنج نزدیکتر و اگر دو پا باشد گنج دورتر است. همچنین اگر فقط پای چپ باشد دفینه نزدیکتر و برای پای راست کمی دورتر خواهد بود. معمولاً برای پای چپ 3 الی 7 و برای پای راست 10 قدم به جهت انگشت‌ها محاسبه می گردد. جایی که رد پا وجود دارد احتمال اینکه بتوانید دفینه ای را پیدا کنید بسیار زیاد است. ضمناً اگر نزدیک انگشتان به اندازه نخود یک حفره وجود داشته باشد و یا یکی از انگشتان پا وجود نداشته باشد یا علامتی داشته باشد، در این صورت 40 الی 70 قدم و در مواردی هم میتوان 111 قدم به سمت جلو برویم و یقیناً یک گنجینه وجود دارد، مگر آنکه در گذشته دور یا نزدیک به تاراج رفته باشد. شایان ذکر است یافتن رد پا در داخل اتاقک یا راهرو و غار و زیرزمین به صورت بالا محاسبه نمی‌گرد.